بیبیکلو نزورова خوشدامن منوره عبدالفتاح که جسدش ماه ایون سال گذشته در ناحیه فیض‌آباد با 26 ضرب کرد یافته شد، برای به خودکشی رسانیدن کلینش 7 سال روانه زندان شد. در این باره عبدالفتاح میساقوف پدر منوره روز 1 نوامبر سال 2022 به ازپلیوس خبر داد. او گفت حکم امروز 1 نوامبر از جانب سود ناحیه فیض‌آباد صادر شد و بیبیکلو نظیرova بر اساس قسم 2 ماده 109 به خودکشی رسانیدن کودکس جنایتی گناهکار دانسته شد. در مرافعه دادگاهی پیشین بیبیکلو نظیرova در مرگ کلینش منوره عبدالفتاح خود را قسما گناهکار اعتراف کرد، ولی گفت فکر نمی کند که مناقشه های بین او و کلینش سبب خودکشی منوره شده باشد. وکیل دفاع نظرova قبلا از دادگاه خواسته بود که کردارهای زیرحمایه‌اش را با قسم 1 ماده 109 به خودکشی رسانیدن کودکس جنایتی بند و بست کرده نسبت به او قانون عفو را تطبیق نمایند و او را از جوابگری جنایتی آزاد کنند. ولی عیبدار کننده دولتی با این مخالف برآمد و دادگاه نیز آن را نپذیرفت. جسد منوره را ماه ایون سال 2021 از منزلی که او و اهل خانواده شوهرش در مرکز ناحیه فیض‌آباد اجاره می گرفتند پیدا کردند. نزدیکان منوره عبدالفتاح از اول فرضیه خودکشی منوره را زیر شبهه گذاشته خواستار جزای شدید برای خوشدامن و دیگر خویشاوندان طرف شوهر منوره شده بودند. آنها دعوا داشتند که دخترش خودکشی نکرده است، زیرا یک انسان نمیتوانست خودش به بدن خودش 26 ضرب کرد زند. ولی دادستانی کل پس از تفتیش پیشکی علت مرگ منوره عبدالفتاح را خودکشی نامید و گفت در نتیجه عملهای زیاد تفتیشاتی و اکسپرتیزهای سودی گوناگون معاین کرده شده است که سبب مرگ جوانزن خونروی از 3 جراحات خلنده و برنده در موضع گردن و شکم برداشته او گشته است. ولی نزدیکان جوانزن تا حال بر اینند که او را کشتند. منوره عبدالفتاح 3 فرزند داشت و هنگام رخ دادن این حادثه فاجعه بار شوهر منوره در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های عائلوی سبب‌های اساسی خودکشی ها در تاجیکستان نام برده می شوند.